این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای دلنگونی که این دم آخری به فکر مهد کودکا افتاده و دستور داده که مهد کودکا رو ببرن زیر عبای ولایت. گزارش‌های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهد کودکا که واقعا نگران کننده است. اداره کنید مهد کودکا رو. مهد کودک هم فقط یه مرکز خدماتی نیست که بچه رو حفظ کنن و خدمت بدن. مرکز به یه معنا آموزشی و پرورشی است، منتها خب با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود. به طریق اولا وقتی که مهد کودک ها رو ما میگیم برنامه داشته باشید، پیش‌دبستانی هم جای بسیار مهمی است. اونجا هم فکر لازم داره، باید فکر کنید برای اون برنامه فراهم بکنید. حالا اگه سوالتون شده که منظور عظما از فراهم کردن برنامه برای بچه ها چیه، این مسخره بازار ولایت رو ببینید که بچه ها رو بردن سر قبر قاسم سلیمانی تا سال تحصیلیشون رو با عزاداری شروع کنن. امسال دانش آموزان در فضای معطر به یاد شهدا و سیدالشهدای مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آموختن دانش رو در مسیر مکتب حسینی شهدا آغاز کردند. این آغاز بر همه دانش آموزان سرزمینمون مبارک. تیویریش هم طبق معمول مشغول مالکشی برای عظماست و با مجریای مسخرش مردم رو تشویق میکنه که بچه‌هاش رو بفرستن روی میدان مین کرونا. ما آسیب شناسی نکردیم که حالا اگر بگیم بچه‌ها نرن مدرسه بمونن خونه با فضای مجازی، جدای این که همه گوشی هوشمند و لپتاپ و پی سی و ادوات مورد نیاز رو ندارن، عدم تعامل دانش آموزان در محیط واقعی، عدم ترک منزل توسط دانش آموزان و حضور در محیط جمعی مدرسه، اینا عوارض داره، عواقب داره. اصلا خلق بچه ها عوض میشه، بچه ها رو ما اسیر کنیم فقط توی محیط خونه. بعدم شیخ وری از ترس جونش زنگ مدرسه ها رو به صورت غیر حضوری به صدا در آورد و کار به اونجا رسید که مجری تیوریش هم صداش در اومد و اینجوری به رئیس جمهور نظام تیکه پروند. برخلاف هر ساله که آقای رئیس جمهور خودشان چکش زنگ رو می نواختند، این بار به صورت مجازی و غیر حضوری این کار رو انجام دادن برای بچه‌هایی که حضوری در یک مدرسه هرچند با فاصله گذاری و ماسک حضور پیدا کرده بودن. انشالله که خیر باشه، حالا هر چی که داره پیش میاد. حالا بشنوید از بوفالوی عمامه‌دار ولایت که ترس از فضای مجازی حسابی دست پاچش کرده و نگران روستاهاست. یعنی بردن تبلت و وسیله رسانه‌ای و لپتاپ در یه روستای دوردست کشور و در اختیار بچه روستایی گذاشتن، خب این یه بودش استفاده در آموزش پرورشه، اما فقط به همینجا که تموم نمیشه. این وارد شبکه‌های اجتماعی میشه، وارد برنامه‌های مضری میشود که متاسفانه در جامعه ما فضای مجازی مدیریت شده نیست و مدیریت هم نمی کنن و اونهایی که هم باید مدیریت کنن انگیزه مدیریت ندارن. این روزا آخوندا به جایی رسیدن که از سایه خودشون هم میترسن. یه چیزی تو این مایه ها. این ترس باعث شده که آخوندا به جون هم بیفتن و در وحشت از تکرار قیام اینجوری زینا به همدیگه رو بزنن. دادستان کل کشور فریاد میزند که ما به این آقای وزیر مربوطه گفتیم در جهنم را ببند، یعنی ارتباط با خارج رو قطع کن. اینها دارن از خارج خط‌دهی میکنن، فلانجا جمع بشید، فلانجا اجتماع کنید، فلان چیزو بزنید بشکنید. اخطار دادیم آقا ببند. 48 ساعت بعد بست نوشدارو بعد از مرگ سهراب، بعد از اینکه 731 بانک را آتش زدن، بعد از اینکه 1000 ماشین را آتش زدن، بعد از اینکه 140 مکان عمومی را آتش زدن، اون وقت بستن، ارتباط قطع شد، از یه اغتشاشات جمع شد. مواظب اینا باشین. اینها بعضی از این آقایان چه بخواهند چه نخواهند
چه بفهمند و چه نفهمند ریگ نفاق به کفش دارند. معلومه که شیپور قیام بد جوری چرت عظما و آخوندا رو پاره کرده. عظمای مشنگ که خیلی خطای انسانی مزدورانش رو دوست داره یه تشکر ویژه برای پدافند هوایی نظام فرستاد و خواستار تکرار خطاهای انسانیشون شد. در پیام رهبر معظم انقلاب آمده سلام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید. امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی کشور است. شیخ فری هم طبق معمول مشغول دروغ بافیه و هر بار رکورد قبلی خودش در زمینه شیادی رو میشکنه. ببینید معجزه ملت ایران اینه، در 3 ماه اول، حالا من مطمئنم 3 ماه دوم آمار ما بهتر میشه انشالله، در 3 ماه اول که تقریبا بسیاری از کسب و کارها بسته بود و تعطیل بود، رشد اقتصادی ما غیر نفت منهای 1.7 حالا با نفت هم میشه منهای 3 خورده، حالا با نفت 3% منهای 3. دنیا ببین منهای 13 منهای 14 منهای 20 منهای 15 منهای 9.5 منهای 9 کدام کشور که خیلی کم پیدا میکنید کشوری که در 3 ماهه اول ما تطبیق بدیم ببینیم اونا رشد اقتصادیشون منهای 1.7 باشه. کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. البته منظورش از رشد اقتصادی یه چیزی تو این مایه ها. از اونجایی که این دروغا دردی از وضعیت پتال بسیجی‌ها دوا نمی‌کنه، بزبز قندی مجبور میشه به صحنه بیاد و با این خالی بندی‌ها سر بسیجی‌ها رو شیره بماله. عمق استراتژیک عظما اوراق شده، بعد این هنوز تو عالم هپروت سیر میکنه. الان شما اینا رو شوخی میگیرید. بچه فرمانده‌های لشکرهای ما زمان جنگ الان شدن فرماندهان نیروهای مقاومت در عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین، همه جا. همون بچه‌های زمان جنگ الان همه جا جبهه مقاومت همه جا داره پیروز میشه میره جلو. الان مرز زمینی ما به فلسطین وصل شد. این هم واکنش یه بسیجی بعد از شنیدن این حرفای بزبز قندی. بازار آخوندا به قدری کساد شده که مجبور شدن به شوهای تلویزیونی رو بیارن و به فکر منبرای فسفودی بیفتن. مردم ما اینقدر جالبه این پیتزاها که اومد و این فسفودا با تمام ضررایی که داره برای خوردنش و من تاییدم نمی کنم، ولی یه استفاده قشنگ ازش میکنم که منبرم باید چی باشه؟ فسفودی باشه، باید پیتزایی و ساندویچی باشه، یعنی شسته روفته 1 و 2 و 3. آقا من میخوام 5 تا مطلب بگم، 1 2 3 4 5 تمام. آخوندا هر کاری با منبرشون بکنن در محتوا فرقی نداره. منبر فسفودی هم باشه باز همون روزه رو توش میخونن. یه چیزی تو این مایه ها. حالا نوبت میرسه به این جوجه مشنگ نظام و سوتیای زنجیره‌ایش. اول زیراب چین رو میزنه، بعد قربون صدقش میره. اما دوست دارم ببینم کدوم تاجر جرأت میکنه به این استانها بره. سریع توسط پلیس امنیتی چین دستگیر میشه، دیپورتش میکنن میفرستن کشور خودش. شما یه جاهای خاص میخواید. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم. چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. خب یعنی واقعا یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان ها رو من دیدم که بنده معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه.
رفتم نشستم دونه دونه تحقیق 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتیم راجع به جلوگیری از فساد. قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه. یعنی من میزد تو سرم گفت واشنگتن فانسینگهایم چته آقا چرا میزنین تو کلت؟ گفتم آقا امیرالمومنین 2400 سال پیش اینا رو فرموده. اینجا با گله از مشنگا طرفیم که میخوان برای مقابله با قیام مردم مانور کنن. ببینید چه مسخره بازی را انداختن و چطوری علیه خودشون شعار میدن. شعار بده. شعار بده. شعار بده. شعار بده. آقا بسیجی ساندیس خود اعدام باید گردد. بسیجی ساندیس خود اعدام باید گردد. مفسد اقتصادی اعدام باید گردد. مفسد اقتصادی اعدام باید گردد. تورم بیکاری مهار باید گردد. تورم بیکاری مهار باید گردد. اشتغال آغاز باید گردد. اشتغال آغاز باید گردد. آقا بسیجی تکدانه خود چند دقیقه بهتون گفتیم. زوده بیا استاد بیا آقا بیا شعارت بده. بیا شعارت آمریکا شعارت بده. گرانی بیکاری مهار باید گردد. گرانی بیکاری مهار باید گردد. بسیجی ساندیس خود آقا پول ما رو نمیدن. پول نفت کجا میره؟ کشور به این پول دادی. آقا ثروت ما مگه زیر پای جنوبی ها نیست؟ بله. صدا در بیاد بابا نترسید. مگه ثروت ما زیر پای خوزستانی ها نیست؟ بله. مگه پول نفت نباسوجی به ما بره؟ بله. اینا چرا باباتون میان ما رو میزنن؟ البته جرئت نکردن شعار اصلی یعنی مرگ بر خامنه‌ای رو بدن. بازیگریشون هم که دیگه نگو. این گوسفنده از این جماعت طبیعی تر بازی کرد. یا وای میشه این هم یکی از بازجو خبرنگارای نظامه که اینجوری برای عظما خودشیرینی میکنه و میگه حاج قاسم انگشتر بهم داده به خاطر همین میرم تو بیمارستان‌های کرونایی. یکی نیست بهش بگه اگه از این انگشترها کاری برمی اومد خود حاج قاسمتون رو حفظ میکرد که اونجوری تو فرودگاه نترکه. این انگشتر رو من از حاج قاسم ما هر وقت میرفتیم سراغ حاج قاسم سلیمانی یا ما رو بغل میکرد دست باش داد این انگشتر یهو رفته تو دست. نه آقا ازش می‌خواستم که گفت که من مسابقه نمی‌کنم. گفتم آقا من یه خواهش دارم. گفت جانم. گفتم که انگشتر مبارک دستتون رو میخوام. بعد بنده خدا در آورد این انگشتر رو توی همایش فرماندهان مدافع حرم بودش توی سادات کل نیروهای مسلحت به من داد و برام عجیبه و باور کن این شجاعت اگر دارم و اگر این جسارت رو تو کارم دارم و اگر دل به کرونا میزنم میرم تو بیمارستانا خیلی میگم بابا کرونا میگم من هم پدرم دیابتی هم مادرم فشار خونیه با اونام زندگی میکنم ولی باور کن همین انگشتر اولا که لطف خدا البته بگم لطف خدا دعای پدرم بودم و واقعا این انگشتر حاج قاسم که دستم میکنم یه شجاعتی به من نشون. اگه به این جماعت بگید پخ قبض روح میشن. این از اوناست که شلنگ رو با مار اشتباه میگیره.